شاید این سوال گرد سر مردم بسیار چرخ زند. چرا در زمانهای پیش از رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگر یک جا یک زنا یک فسادکاری کمک میشد، خداوند یک بیماری را یک آفت را در همه قوم میداد. اما بعد از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر فسادکاری شده ایستاده است، اینقدر زناکاری، اینقدر حرامخوری، اما خدا دیر یک وبای یک لشکر خود را روان میکند. این هم به خاطر شخص بزرگوار این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. باید که ما و شما شکرانه کنیم. اگر باور کنیم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیشد، ما و شما در یک ثانیه نیست و نابود میکشیم برای این قدر فسادکاری و این قدر کارهایمون. راستی میخوام درباره یک چند موضوع صحبت کنم که این موضوع ها شاید برای همه ما و شما ضرور باشد. سلام علیکم به کل تماشابینان. راستی من فکر میکردم که تنها مرا دشنام میکنن. باز احساده فکر میکردم که شاید که اینها مرا دشنام میکنن ای روی خطاگی کمبودی هم باشد. اما یک چند روز شد باور کنین یک نظر کردم در کامنتری ها، نگاه کردم که در کامنتری ما چون این سخن ها زده ایستادند به حضرت ایشان نوریدین جان، بابای حاجی میرزا و چندین شخصیت های دیگر. راستی من برای چی این را نشان دادم؟ یک صفحه دیگر هم کرده بودیم بابای حاجی میرزا را دشنام دادن، ما او را نشان نداده بودم. بعد در کامنتر نوشتن که تو رویت رو سیاه میکنی، از پیش خودت بافته ایستاده ای. لیکن همین سبب خواستم که شما در نشان بدیم بفهمین که انسان های بی آداب، بی تمیز، نامسلمان چقدر بسیار بوده است. وقتی که خدمت دشنام میکنن پرواشون ندارم، بگذار الله هدایتشون کنه. اما میبینم در سخنهایی که حضرت ها میگن این برای جان ما و فایده ما و شو است، اونها را که دشنام که میدهند ما چی هستیم. باز یک برادر دیگر چون این دشنام میداد است به ما، در ریشت فلان کنم رحمت برادر عزیز، در سنت پیغمبرت که تو دشنام بدی وای بر حالت، وای بر حالت. روز قیامت چگونه ما و شما جواب میگفته باشیم؟ باور بکنین من وقتی که نوا را میخواهم در اینترنت نشر کنم، همون وقتی نشر کردن یک چیز در یادم میزند. میگویم باز من نوا را در اینترنت نشر کنم، این قدر با دشنام ها میکنم. لیکن پروایی ندارم چون که این دشنام ها برای ما فایده است، ضرر نه. لیکن ما این نوا را با اون سبب میکنیم که شما آداب بیاموزید، شما تمیز بیاموزید. تا که این گونه میرویم، تا که این گونه حیوان میشویم. این به همگی ها دخل ندارد، به همه انسان هایی که زبان بد دارند. زبان بحر شکر و سپاس است، نه بحر دشنام دادن. روز قیامت جواب میگی در این زبانت، انمی روی زبانت جواب میگی. از رسول الله پرسیدن از کدام سبب انسان زیاد به جهنم می رود؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود از زبان و از فرجش. زبان و فرج. انا همین زبان ما و شما که امروز اهمیتش نمیتیم، هرچی آید میگیم، لیکن انا همون سخن ما و تو ما را جهنم میبرد. باور بکنین همگی میدونید و بازم میرسونیم تونه که این دشنامایی که شما میکنین بختون میروه، بختون باز همون دشنام هم میکنین. یعنی که شما از خدا نمیترسین، یعنی که شما دشنام به همون مادری خودت کردستی، به خواهر خودت کردستی، آیا همین میدونی و میکنی؟ این روی به ایمانی میشود. شاید این آخران نواری من درباره همین انسان هایی که دشنام میتین درباره همین ها باشد، برای اونه که حیف همون قدر سخن ها حیف باور کنین که من زیاده از 50 تا ویدیو درباره همین دشنام کردگی هستم. من این سخنی من نیست، بگذار که بسیاری ها میگن تو سواد نداری، تو علم نداری، تو ختم بالله میگیری،
بگذار گفت شما باشد. من نه علم دارم نه سواد دارم، اما همون سخن ما انشاءالله که اگر با عقل باشی میفهمی که از کجا است چه گفته ایستادم. مایل من به سواد، شخصی که او سواد نداره نصیحتت کرد، اگر نصیحت ما از روی قرآن و سنت باشد من قبولش دارم. من در سواد او چیکار دارم؟ سخن او از حدیث رسول الله هست، از قرآن است، من قبولش میکنم. من پروایی ندارم که کی چی سخن میگه و هر کسی که نمیخواد تماشا کردن ما را تماشا نکنین. این مجبوری نیست. او میگین برای پرسموتر کار میکنی، آخه برای پرسموتر که وقتی من کار کردم همین معقول نیست تماشا نکنه. من شکرانه اول از الله میکنم، با میندارم از همون انسان هایی که در شبکه ما ابونه شدیم، زیاده 260,000. برای ما بسنده است همین قدر برادرایی که ما را میفهمند. یک شخصیت باشد در زیر کامنتر ما یک سخنی نیک نویسد، برای ما بسنده است از اون 1000 پرسموتری که در روز سخنهای ناجا میزنند. و من انشاءالله حرکت که هستم، من محنت میکنم. بسیاری میگه که همه کار برای پلی. من بسیاری فیلمایی میگیرم برادران، از اون من مبلغی به دست نمیارم. من ترک عشق به خاطر الله من زیاده 12-13 هزار سومان در همین جا من رسخود کرده هستم، اما از همین من 1000 سومان به دست آوردگی نیستم. این اختون خلاصتون نبرارید. یا اینکه مثال کلیپایی که میگیرین، نشیدایی که بهراتون میخونم، من هر نشید دونده 1,500 سومان رسخود میکنم، اما 500 سومان به دست نمیارم. همین برای چیه؟ برای تعب شما را بولیده کردن. برای همین شما است که هرچی تماشا بکنین و دقیق ما دعاگو باشین. من که فکر نکنید که من میلیون پول گرفته هستم و پرسموتر بسیار مدد در کاره و خیلی تماشا که کردی هرچی می‌آموزی. لیکن تماشا هم که کردی من هر چیزی که هم نویسم تا اوجا بفایده نمیبره. من در کاور چیزی که نویسم تو داخل شوی انشاءالله یک فایده، یک ذره هم که باشه فایده را میگیری با اوجا بیرون میشوی. باید که همین وبایی که امروز در جهان پخش شده برای ما و شما یک ذره هم که باشه عبرت باشه. یک کوچکترین وبای خداوند، جنگایی که در دیگر دولت ها بودن حتی جنگ بس کردگی هستن، همه دولت از میان همین بیماری هست. همه همین فهمیده می شود که کوچکترین مخلوق خداوند اینقدر ما و شما را از همه کار باز می دارد. خدا نکنه اگر یک سیاره را برای زمین بیاره، یک آبخیزی شود، یک چیزی شود، دیگه از دست ما و تو چی می آید؟ هیچ. با همین سبب بازم میگویم سخت فکر کنیم. بسیاری از نوبرادر گوییم هم میارزد نه ماه شریف رمضان میگه، نه روز جمعه میگه، نه میگه که اون مردگی او زنده. ای باور کنه خدای قدر دور بود، یعنی که این دشنام ها رو میبینی در این ماه بزرگ. این ماه بخشش گناه است، ماه رحمت است، ماه نزول قرآن است، ماه برکت است. اینا را به نظر نمیگیرن، لیکن دشنامشون نمیکنن که مادر تفلان کنم. از کجا میدونه که مادر همو برادر زنده است، در حیات هست یا اینکه نه؟ باور کنین در قبرش فلان کنم گفتگی هستن. نوار کردن که گفته در قبر مادری بابای حاجی میرزا فلان کنم، در قبر مادری صدای امید فلان کنم، در قبر مادر در قبر که دشنام کیتیان افگوی بر حالتون بس است. این همین آخران نوالی ما که برای همین انسان هایی که دشنام میدادن برای شما هست. شما صدقه سخن های نیک شوین، صدقه سخن های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شوین. ان شاء الله که روز قیامت به خاطر انا همین دشنام تر خداوند جنت نمیداره. رمضان این یک نخوردن خوراک، ننوشیدن، یک روزداری فقط دهان نیست. روزداری چشم است، روزداری زبان است، روزداری گوش است، بینی است. همه عضو بدنت در این ماه رمضان باید که روزدار باشد. وقتی که نخوردی و ننوشیدی و دشنام که کردی، او روزه تو روزه نیست، او یک خود نشانتی است. وقتی نخوردی و ننوشیدی، یک چیزی حرام تماشا کردی، یک چیزی به معنی را تماشا کردی، البته که او روزه تو روزه نیست. این رمضان یک نخوردن و ننوشیدن نیست.
باید که همه عضو بدنت روزدار باشد. زبانت رو احتیاط کن. خب وقت شما رو زیاد نمیگیریم، چون که اگر همون قدر زیاد صحبت کنیم برای مردم، بعضی از انسان هایی که در زیر کامنتاری ها می نویسن که این قدر لقیدی، هم یک کمتر گپ زنی چارود میکنه. امر معروف نهی از منکر کمی ندارد. اگر ما ساعت ها گپ زنیم این کم است، نه 10 منوت و 15 دقیقه. بسیار خوشی گوش کردن امر معروف ندارم. باور کنین اگر ما ساعت ها بهراتون امر معروف خواهیم کرد، تو چنین علمی که خدا به ما داده است شکرانه میکنیم. اما وقتی که ما نیم ساعت که گپ زدیم مردم تماشاش نمیکنه. تماشاش که نکرده بی‌فایده چی پرت میشه. 10-15 نفر که تماشا میکنند و یا همیشه همون سخنان را شنیدگی هستند و همیشه از امرای معروف با خبر هستند، همونها با تماشا میکنن. ما حرکت میکنیم که شخصایی که بی خبر بودن، نمیدونستند، اونها با خبر شوند. و حتما برادرای عزیز، هر چی را با خاطر خود دوست می‌داری برای برادرت هم دوست بدار. یک چیز خودت شنیدی به برادرت بشنوان، یعنی که دیدی به برادرت برسون که گوش بکن، صبر کن، طاقت کن. 10-15 دقیقه ده ان شاء الله خیلی چیزا رو می‌آموزی از همینجا. من راستی همین نوارا به همو خاطر کردم که در حق حضرت ایشان نورالدین جان دعای گناه دشنامی بد کرده هستن. به همین سبب کردم. خیلی داریش من دشنام کردن که تا اون وقتی که جان در بدنت هست، وقتی که خدا جان گرفتت، بعد میفهمی وقت دیر میشه. خداوند یار و مددگارتون باشد. فی امان الله.